یا ایها الذین آمنو. عرض کردم این سوره مائده بیش از همه سوره های قرآن خطاب به مؤمنینه. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که از دینش مرتد بشه، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به زودی خداوند قومی رو خواهد آورد که خدا رو دوست داشته باشن، خدامون رو دوست داشته باشه. نمیگه هر کی مرتد شد فوری دارش بزنید، اعدامش بکنید. اینا دوست ندارن خدا رو. خب بالاخره نسل بعد مردمانی خواهند اومد که خدا رو دوست داشته باشن. باز همین بحث دیشب بود، عرض کردم که به همون معاصرین پیامبر داری حرفا رو میزنه که شما میخواین پشت بکنید، اشکالی نداره، بعدن مردمان دیگه خواهند آمد. تو همون دوران وقتی اسلام پیشرفت کرد و تمدن اسلامی رو ساختن، این تمدن به دوش کیا بود؟ یا اندلس بود یا ایران بود دیگه. دانشمندانی که ابن سینا و رازی و نمیدونم این دانشمندان یا مال اندلس اسلامی اون دوران بودند یا این طرف یا بعدها کشورهای مجاور و نمیدونم شرق آسیا و چند درصدشون مال مکه و مدینه بودن، یا اون طرفهای فرض کنید عراق و اینا بین النهرین. اون مردم قدرشون ندارن، کسانی دیگه میان. حالا هم همینطور خدا هیچ قراردادی نبسته، هیچ تضمینی نداده که حتما از بین عربا یا مسلمانای فعلی اینا آینده اسلام به دوشون است. ممکن است نمیدونم مالزی و اندونزی و اون طرف یا از فرض کن اروپا یا از امریکا اسلام در آینده از این مناطق رشد بکنه و در واقع پرچم اسلام به دوش غیر از نسل‌های بعد ما بشه. هیچ تضمینی خدا نداده به ما که حتما ما صاحب این اندیشه هستیم. شما نمیخواین از دینتون برگردید. کسانی خواهد اومد که اونا خدا رو دوست داشته باشن، خدا اونا رو دوست داشته باشه. ما در سراسر قرآن یک آیه هم برای کیفر ارتداد نداریم. نه تنها نداریم بلکه قرآن میگه کاری به کارشون نداشته باشین. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که ملحد هستن به حال خود آزاد بگذارید. علاوه بر این آیه سوره آیه 217 بقره هم بخونید، اونجا هم باز همین میگه. یک بار در قرآن مسئله این نیامده کسی اگه مرتد شد حتی حق دارید بگیم بالا چشمت ابروست، چه برسه بخوایم بکشینش. یعنی که میگم باید حکم خدا رو تبعیت کرد، نه اون چه که فقیهان در طول تاریخ گفتن. این یه نمونش. اولا ارتدادی که در قرآن هست ارتداد عملیه، نه تئوری، نه نظری. یعنی چی؟ یعنی یه نفر که مسلمونه بپیونده به دشمنان، به ولایت اونا، بره با اونا سر و سر داشته باشه. این آقایون ارتداد عملی رو که پشت کردن به مسلمان هاست و پیوستن به دشمنه تبدیل کردن به ارتداد فکری. اگه تو نماز نخونی بگید نماز روزه مال قدیم بود، مرتدی، کشته میشی. مرتد فطری، چون پدر مادرت مسلمان بودن. کتاب‌های شیعه و سنی رو بخونین، هر دوش پر از حکم اعدام مرتدم میگن هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه. هر یک از ضروریاتو. روز دیگه مال قدیمه، حالا نبوده. کافیه که مرتد اعلام میشه.